سلام به همراهان همیشگی چنل رد پای باستان. در این ویدیو قصد داریم در مورد یکی از مشهورترین و قدرتمندترین ژنرال ها در دوران سلسله گوگوریو صحبت کنیم. پس اگر در مورد این ژنرال مشهور کنجکاوید تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. یونگواتسومون در سال 594 بعد از میلاد در یک خانواده کاملا قدرتمند و برجسته به دنیا آمد. پدر ژنرال یونگ نخست وزیر یونگ تجو در دوران حکومت زمان پادشاه یونگنیو به این دلیل که گوگوریو در جنگ‌های پی در پی با امپراتوری سوی ضعیف شده است، از جنگ با جانشین امپراتوری سوی یعنی تانگ اجتناب می‌کرد و هر دستوری که از سلسله تانگ به گوگوریو می‌رسید اطاعت می‌کرد. همین رفتارهای پادشاه یونگنیو باعث شد تا دانشمندان گوگوریو دست به اعتراضات گسترده بزنند و اعتقاد داشتند که این رفتارهای پادشاه دچار از بین رفتن غرور و افتخار چندین ساله گوگوریو می شود و از آنجایی که مقامات ژنرال یونگ را یک تهدید بزرگ برای گوگوریو می دانستند، سعی کردند ژنرال یونگسومون را به قتل برسانند. در مقابل ژنرال یونگ که مخالف سیاست‌های پادشاه یونگنیو بود، با سلسله تانگ انجام داد که در این جنگ چشم امپراتور لیشیمین را با یک تیر مورد اصابت قرار داد. امپراتور لیشیمین که چشم خود را از دست داده بود، دستور به عقب نشینی داد، ولی ژنرال یونگسومون دست بردار نبود و او را تا قلب چین تعقیب کرد، اما وی توسط پسرانش توانست فرار کند. ژنرال یونگسومون در طول دوران زندگی خود به دستاوردهای فراوانی دست یافت و نیروهای متحد تانگ و شیلا هرگز نتوانستند در زمان زنده بودن ژنرال یونگ گوگوریو را فتح کنند. در نهایت ژنرال بزرگ گوگوریو در سال 666 پس از میلاد چشم از جهان فرو بست. نظر شما در مورد این ژنرال بزرگ گوگوریو چیه؟ خوشحال میشم نظرتان را با ما در قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارید و اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید ممنون میشم از ما حمایت کنید و چنل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.